تلخ انتخابات. بگذارید حرف آخر را در همین ابتدا بزنم. برخلاف آنچه بسیاری میپندارند و برخلاف نامگذاری امسال توسط رهبر، بیشک بسیاری از دستاندرکاران در امر انتخابات در ایران خواهان عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی هستند. به نظر من علت نامگذاری امسال جدای از نگرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی برای شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات به سبب نگرانی‌های نامبرده برای تلاش کسانی هم هست که از او حرف شنوی ندارند و می‌کوشند تا با بی تفاوت کردن مردم زمینه‌های عدم حضورشان را در عرصه فراهم کنند. این سخن به این معنا نیست که رهبر ایران به انتخابات آزاد و سالم اعتقادی دارد و می‌خواهد تا با کشاندن مردم به عرصه آنها را در سرنوشت کشور شریک کند، اصلاً و ابداً. سید علی خامنه‌ای هم می‌خواهد تا با کشاندن مردم به عرصه برای نظام خود مشروعیت بخرد و همه جا جار بزند که مردم با انقلاب و نظام هستند. انتخابات در نگاه او بهانه‌ای برای مشروعیت دادن به حضور دیکتاتوری است. به همین دلیل بسیاری چه در داخل و چه در خارج خواهان تحریم انتخابات هستند و هر کسی که مردم را به حضور در انتخابات تشویق کند خائن و عامل جمهوری اسلامی می‌خوانند. مخالفان بر این عقیدند که انتخابات امسال هم مهندسی خواهد شد و سرانجام نام کسی که حکومت می‌خواهد از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد. این نظر اشتباه نیست. اتفاقاً به گمان من همه کوشش‌ها به کار گرفته شدند تا فردی که مورد تایید حکومت است به ریاست جمهوری برسد. موضوع انتخابات در ایران و تقلب در آن چیز تازه‌ای نیست. جز چند مورد همواره انتخابات در جمهوری اسلامی با تقلب همراه بوده است، البته با شدت و ضعف. شدت و ضعف آن هم معمولاً به میزان حضور مردم بستگی داشته است. به یاد داریم که در دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری هم مردم میگفتند به خاتمی رأی میدهیم و اسم ناطق نوری از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد. با این حال در آن دوره میزان حضور مردم به اندازه‌ای بود که اقتدارگران را پس زد. شاید گفته شود همین میزان از حضور در دوره قبل هم اتفاق افتاد و مردم با همه وجود به میرحسین موسوی رأی دادند، اما پس از آن نام عجوبه‌ای به نام احمدی نژاد از صندوق‌ها بیرون کشیده شد. بیشک رژیم که دوره خاتمی را درک کرده بود و تجربه‌های لازم را اندوخته بود، در این دوره از آن خطای استراتژیک جلوگیری کرد. اما دستاوردهای این تقلب و بی‌آبرویی کم نبود. البته برای رسیدن به این دستاوردها هزینه‌ها هم دادند، هزینه‌هایی بسیار زیاد. با این همه به یاد داریم چه اتحادها و دلبستگی‌هایی میان مردم در داخل و حتی خارج به وجود آمده بود. بسیاری از مخالفان که حتی از میرحسین موسوی و کروبی دل خوشی نداشتند به حمایت از نهضت مردم برخاستند و دنیا را وادار کردند تا در برابر درندگی‌های جمهوری اسلامی موضع گیری کند. تنگناهای به وجود آمده امروز برای رژیم که حتی رهبر را وادار به سازش و مذاکره با آمریکا می کند حاصل فشارهایی است که به دلیل حضور مردم در صحنه به وجود آمده است. امروز کیست که نداند نام جمهوری اسلامی زشتر از گذشته در مجامع بین المللی برده می شود؟ و باز کیست که نداند بخش عمده این موضوع در نتیجه اعتراضات مردم در انتخابات سال 1388 و درندگی‌های رژیم در برابر مردم اتفاق افتاده است. همه دنیا اعمال جمهوری اسلامی را در سرکوب مردم تقبیح و محکوم کرد، اما به راستی اگر مردم در صحنه حضور نداشتند این اجماع جهانی در مقابل جمهوری اسلامی شکل می گرفت و پیش از آن مردم می توانستند مطالبه ای از این حکومت خونخوار داشته باشند. علیرغم تبلیغات داخلی دنیا می داند که جمهوری اسلامی در نگاه مردم مشروعیتی ندارد. بنابراین حضور مردم را برخلاف سران نظام به معنای حمایت از این حکومت غیر انسانی نخواهد گرفت. اما در آن سو مردم هم نباید به سرنوشت خود بی‌اعتنا باشند. البته من منکر کمکاری دنیا در برابر سرنوشت مردم ایران نیستم. با این همه امروز شرایط در مقایسه با گذشته بسیار تغییر کرده است. حضور و اعتراض مردم آنچنان لرزه‌ای بر جان سردمداران نظام انداخت که هنوز هم خواب خوش ندارند
و دائم مدعی خوابانیدن آتش فتنه‌ای هستند که به ادعای خودشان مرده است. این ادعا نشان دهنده نگرانی‌ها و اضطراب‌های مدعیان از حضور دوباره مردم در صحنه است. کسانی که به خصوص در خارج از کشور مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق می‌کنند، آیا به یاد ندارند که نتیجه عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس نهم چه شد؟ مجلسی یک دست و بله قربانگو که همراه با دولت احمدی نژاد شده و در بهترین حالت در مقابل همه غارت‌ها و چپاول سکوت کرد و تنها افتخارش ولایت مداری و حرف شنوی از آقا بود. در نگاه من عدم حضور مردم مملکت را دو دستی و در نهایت آسانی تقدیم به تمامیت خواهانی نظیر باند مصباح یزدی کرده است و خواهد کرد. امروز ورزشکاران و هنرمندان کشور متوجه این خلاهای به واسطه کنار کشیدنهای خود شدند. آنها می دانند اگر به صحنه بیایند می توانند جلوی تکتازی‌های اقتدارگران و عوامل سپاه را بگیرند. واقعا کسی می تواند بگوید فلان هنرمند به خاطر قدرت در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده است؟ بیشک این دسته از افراد جامعه که از قضا از فرهیختگان هم هستند دریافتند که تقدیم عرصه به آلودگان و بله قربانگوهای فرومایه چه به روز کشور و در حوزه تخصص آنها سینما و هنر آورده است. بنابراین وارد صحنه شدند تا از این غارتگری ها به سهم خود جلوگیری کنند. آیا می توان گفت این هنرمندان که در میان مردم محبوبیتی هم دارند برای کمک به جمهوری اسلامی به میدان آمدند؟ آیا باید آنها را خائن و عامل و جاسوس حکومت خواند؟ دعوت مردم به ماندن در خانه ها آنها را از حق و حقوقشان دور خواهد کرد و به انسانهای محزونی تبدیل می کند که در تاریکی نشسته و از ترس غارتگران حکومتی به امید دستی هستند که پیدا شود و تومار جمهوری اسلامی را در هم بپیچد. اعتراضهای مدنی در صورتی شکل می گیرد که مردم پیش از آن خود را به حکومت اثبات کرده باشند. حق گرفتنی است و تاریخ نمونه‌های فراوانی را از این حق گرفتنها در حافظه دارد. جامعه‌ای که از خود تحرک نشان ندهد نمیتواند بازخواست کند، نمیتواند ادعایی در مقابل بی‌عدالتی‌ها داشته باشد، نمیتواند از حکومت بپرسد و باید به دخمه‌های ترس بخزد. امروز تنها نشانه باقی مانده از جمهوریت نظام فعل انتخابات است. انتخاباتی که بخش عمده‌ای از حکومت برای عدم شرکت مردم در آن برنامه ریزی‌های فراوانی می‌کنند تا بهتر بتوانند خواسته‌های خود را بر کشور تحمیل کنند. بی‌تفاوتی تنها خواب خود مردم را پریشان‌تر و زندگیشان را سخت‌تر و دنیا را به کام دیکتاتورها می‌کند. چرا مردم باید همین فرصت باقی مانده را هم با دست خود به حاکمان مستبد تقدیم کنند؟ حاکمانی که چیز بخشیده شده را دوباره به آنها پس نمی‌دهند. برخلاف تصور بسیاری از افراد، حضور مردم خواب حاکمان جمهوری اسلامی را آشفته تر می کند. به همین دلیل است که رهبر ایران در سال گذشته از تبدیل نظام جمهوری به پارلمانی سخن گفته بود تا خیال خود را برای همیشه راحت کرده باشد. حضور در انتخابات به معنای همراهی با جمهوری اسلامی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از یکتازی تمامیت خواهانی است که در نبود مانع به راحتی جیب‌های خود را پر می‌کنند و سرمایه نسل‌های آینده را به باد فنا می‌دهند. ونکوور، شنبه 7 اردیبهشت سال 1392. بازخوانی مقالات دکتر بهروز بهبودی.